بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأطهرين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. ما زلنا في بداية هذه الرسالة. هنا در سراغازي همين رسالة هستیم که شيخ الإسلام فرماد: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. بدون شکننده های اسلام از 10 تا شکننده عبارتن. الاول الشرك في عبادة الله. یکم در عبادت الله شرک آوردن است. الله تعالی می فرماید در این موضوع که در این مسئله، در این مورد: ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله نمی آمرزد به او یگان کس و یگان چیز را شریک قرار دادن. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. و می آمرزد غیر از شرک دیگه گناه را برای کسی خواهد. معلوم میشه که شرک یک گناه کبیره است. از درون گناه های کبیره این الله هرگز نمی بخشد، هرگز نمی بخشد. اما غیر از گناه کبیره دیگه دزدی و غیبت و زنا و فحش و دیگه کارهای ناجویی گویم، اینها گناه کبیره. اینا رو باید که توبه در کار است. واجب است از اینا توبه کردن. مهم نمیتونیم ما گفتن که الله اینا رو نمی بخشد و نمیتونیم که جزمن بگیم که الله می بخشد. یعنی اینها در تحت مشیت الله هستن. فهمیدید معنی که کسی ما رو میپرسد که زنا رو الله می بخشد، میگید که اگر خواهد می بخشد، بخشیدن خواهد می بخشد، نخواهد نه. زیرا اینکه این گناه ها چی میگو؟ اینا را در تحت مشیت الله. مشیت معنی چه؟ خواهش الله. فهمیدید؟ اما چیز ما میتونیم صراحتا بگیم که الله نمی بخشد: شرک. فهمیدید؟ یعنی انیق ما فقط یک چیزی گفتم میتوانیم از درون گناه های کبیره که الله او را نمی بخشد، این شرک است. مفهوم؟ یعنی شرک اکبر ما در نظر داریم. باز شیخ خودش میفرماید: نعم. وقال: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. بدرس کسی با الله یگان کس و یگان چیز شریک قرار دهد، الله واقعا با چنین کس جنت حرام قرار میدهد. جنت برایش حرام است. و مأواه النار. و جایگاه او دوزخ است. و ما للظالمین من انصار. برای ظالم ها، اینجا ظالم ها به معنی چی آمده شده است؟ مشرک ها. بله، زیرا که از همه بزرگترین ظلم این که به الله شریک قرار دادن است. نعوذ بالله. برای ظالم ها یگان انصار نیست. از همین من میفهمید که و ما للظالمین هست که همون ما قریب 13 معنا داره، 12-13 معنا داره. اینا رو همشه هر کس فهمیدن نمیتونه. تو یک برای خاطر اینها رو فهمیدن خوندن در کار است. نه، معلومات داشتن. نه، از همون من میفهمید که ما در اینجا چی مایی نافیه است. زیرا که من در اینجا منی زیادش میگویی، نه معنا نداره که بیکاره. یعنی زیاد بودنی من در اینجا به معنی تأکیدی همون چی؟ برای تأکیدی نفی می آید. یگان یاردمچی نیست برای مشرک. فهمیدید؟ نه. و من للابتداء و التبیین و التبعید و زائدة لغیر الموجب. کتاب کافی چی میگوید؟ و من للابتداء و التبیین و التبعید و زائدة لغیر الموجب. اگر جمله غیر موجب باشد در اون وقت من زیاد می آید. کلام غیر موجب آن است که یعنی که کلامی که با استفهام نباشد، به منفی، یعنی که در جمله که جمله منفی باشد
یا که جمله استفهامی باشد من زیادی میبود. مثلا یک کس میگوید که هل جاء من احد، در اینجا من چیه؟ زیادی است، زیرا که کلام غیر موجب است. هل جاء من احد، آیا یکم کس آمد؟ و جوابش میدیم لا ما جاء من احد. گویا که ما گفته سنگ که هل جاء احد، لا ما جاء احد. فهمیدید؟ ما میتونیم گفتن که هل جاء من احد، لا ما جاء من احد. در اینجا من زیادی آمد برای خاطر آنکه کلام چه غیری موجب است. نه. و منه از جمله شرک با الذبح لغیر الله، برای غیر الله ذبح کردن برای غیر الله. ممکن شیخ خودش میفرماند در جای خودش کما یذبح للجن، گفته ماننده که یک کس برای جن ها ذبح میکند، مرغ میکشد، گوسفند میکشد، گاو میکشد. او للقبر، یا که برای قبر، برای خاطر قبر ذبح میکند، قبر فلانه گفته. نعم. والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان حفظه الله تعالى قال العلماء، الشيخ صالح فوزان شرح نواقض الإسلام، قال العلماء هذه الآية، وهذا الآية المدرسة، بل هذه سؤال، هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه. نگاه کنید، علما گفتند که این آیه کریمه در شأن، در مورد ابوبکر صدیق و اصحاب او نازل شده است. نگاه کنید، معلوم شده است که از این سخن برمی آید که فهمیده می شده است که بعضی آیت ها نازل شدگی هستند پیشکی در شأن انسان هایی که برمی آید. ثابت بینید این آیت نازل شده است در حق ابوبکر صدیق و اصحاب او الذين قاتلوا المرتدین، کسانی که جنگیدن همراهی که علیه مرتدها. وقتی که ابوبکر صدیق همراه اصحابش علیه مرتدها جنگید، پیغمبر علیه السلام زنده بودن؟ نه، بعد وفات پیغمبر علیه السلام. آیا بعد وفات پیغمبر علیه السلام آیت نازل شد یا نه؟ نشد. معلوم شد که این در زمان پیغمبر نازل شده در شأن ابوبکر صدیق. چرا؟ از کجا فهمیدیم که در مورد ابوبکر صدیق است؟ لانه یخبر تعالی عن المستقبل، زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی در آینده خبر داده است. الله تعالی خبر کرده شده است در یک امری که وی آینده می شود، در زمان پیغمبر نشد. اشتده من دارم، من میفهمم که در درس کی میفهمد کی نمیفهمد دوزونشه. من اینجا الله نگفته سنم شما رو که خبر بهتون بداشت. من یرتده، کسی که مرتد شود، گفت هذا فی المستقبل، این در آینده است. فسوف یأتی الله بزودی می آرد قومی را. جاء الله بأبي بكر الصديق وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقاتلوا المرتدين. وكان الله سبحانه وتعالى أبو بكر الصديق وصحابگان پیغمبر علیه الصلاة والسلام آورد که ایشان همه چیکار کردن؟ جنگیدن علیه مرتدها، یعنی به مقابل مرتدها. مرتد کی رو میگفتن؟ مرتد آن کسی رو میگن که در دین اسلام بود و برام. نفهم؟ وإن كان المرتد شخصا واحدا، با صحبت شیخ دوام میده، اگر مرتد یک شخص باشد، یک نفر باشد، فإنه يؤخذ، او را دستگیر کرده میشود، و یستتاب، از او توبه پرسیده میشود. یعنی او را میگیرن، میگن که ای کس توبه کن. فهمیده؟ فإن تاب، اگر توبه کنه، و الا قتل، اگر توبه نکند، وگرنه او را چیکار میکند؟ قتلش میکند. یعنی کی میکند؟
این حاکم میکنه، این دولت میکنه. وليس هو مثل الكافر الاصلی، مرتد مانند کافر اصلی نیست. یعنی فرق بسیار است بین کافر اصلی و بین مرتد. لأن المرتد عرف الحق ودخل في دين الله باختياره وطوعه. كلمة اختيار طوع هذا شيء مهم. فهمت كلمة اختيار طوع هرجع طوعا وكرها. هون دقيقة طوعا وكرها. أتينا طائعين ويتون گذشته. زیرا اینکه برای چی مرتد از کافر اصلی فرق داره؟ زیرا اینکه مرتد حق دونست در دوران اسلام بود و داخل شد در دین الله به اختیار خودش. هیچ کور مجبور کرده که نیست، در اختیار خودش در اومده. و اعترف ان الاسلام هو الحق و اعتراف کرد، به عهده گرفته بود که اسلام حق است. فاذا ارتد فهذا تلاعب منه بالدين. اگر در برابر این دونستن با مرتد شود، ایدو دونست اسلام مرتد شود، از اسلام برایت خارج شود، این از جانب وی نسبت دین بازی می شود. فهمیدید؟ این گوه که بدین چیکار کرده ایستاده است؟ بازی کرده ایستاده است. یعنی دین به مانند بازی چه؟ تلاعب میگوینه، یعنی که یک شوخی مسخره کردن می شود. لأنه عرف الحق و دخل فيه، چون که او حق دانست و در حق در آمد. فاذا ارتد فانه يقتل حماية للعقيدة. نگاه کنید، پس چون او مرتد شود او را کشته می شود. برای چی؟ حماية للعقيدة، برای خاطر حمایه چی؟ عقیده. وهذا من حفظ الضروريات الخمس اولها دين. این یکی از محافظت 5 ضروریات دین است. اسلام چند ضروریات دارد؟ 5 تا. اولها الدین، و دیگری چی است؟ نفس، دیگری عقل، هم خلاص است، دیگری ناموس است، دیگری مال است. مفهوم؟ فلا يترك الدين ألعوبة لمن يسلم ثم يرتد. فلا يترك الدين ألعوبة بازیچه میگن، یعنی دین پرتوفته نمیشود به مانند بازیچه که امروز ما گیریم و نماز خواندیم، روزه داشتیم، اگه چیکار کردیم پرتوفتیم و با کافر شدیم. نعوذ بالله. دین این خیلی چیزی بازیچه نیست که گیری بازیش کنی مقبول نیست با پرتایش برد. لمن یسلم، برای کسی که اسلام قبول کند، ثم یرتد، با اندک وقتی نگذشته چی شود؟ مرتد بشود. بل یقتل، برعکس این خیلی کردگی انسان کشته می شود. حمایتا للعقیدة من التلاعب، برای خاطر عقیده را حمایه کرده از چی؟ از بازی. و من المرتدین من یقتل بدون استتابه. شیخ می فرماید از مرتدها با کسی هست که او را کشته می شود بدون اون که از او توبه پرسیده شود. فهمیده؟ از مرتدها با همه خیلی مرتدهای سختی هست که او را نمی بودش که توبه کن، توبهش نپرسیده، حتی توبه که رمبوتم بود چکارش میکنن؟ میکشتنش بود. توبه را کی میپرسن؟ توبه را یک کسی که خطایی میپرسد که توبه کن، نصیحتش میکنه که شاید گردن. اما بعضی کسایی هست که خودش اگر گویدن که من توبه کردم نپرسیده او را میکشن. و هو من تغلظت، ما گفتیم که از مرتدها کسی است که او را کشته می شود بدون اون که از او چه توبه پرسیده شود. و هو من تغلظت ردته، او اون کسی را میگن که مرتدی او خیلی هم چه سخت است. فانه یقتل، وی را کشته می شود. ولا یستتاب، از او توبه پرسیده نمی شود. برای چی؟ حمایتا للدین، برای خاطر دین حمایه کرده. و حمایتا لاول ضروریات الخمس، برای خاطر حمایه کردن
اولین ضروریات پنجگانه دین رو التي جاء الاسلام بحفظها، اون 5 ضروریات دینی که اسلام به محافظت اونها، یعنی که حفظ اونها را اسلام آورده است. یعنی اسلام آورده است که این ضروریاته که باید که اینها را محافظت کرده شود. شیخ میفرماید و دراسه هذه النواقض مهمه جدا، آموختن این شکننده ها خیلی هم مهم است. آموختن این نواقض اسلام آموختنش چه؟ خیلی هم مهم است. والعلماء صنفوا فيها مصنفات، علماء در این مورد کتاب ها نوشتند و جعلوا لها مكانا خاصا في كتب الفقه، و برای این شکننده ها یک جای مخصوص جدا کردن در کتاب های فقه. هم کتاب فقه میکشد مخصوص با یا که کتاب در بیان مرتدها مخصوص کتاب نوشتند یا که جاگذاری کردن، جا با جا کردن. و هو حکم المرتد، که کتابشون از چی عبارت است؟ حکم مرتد. في كل كتاب من كتب الفقه يجعلون كتابا يسمونه كتاب حكم المرتد. در هر کتاب از کتابهای فقه یک کتاب را مقرر میکنن که او را نامگذاری میکنن چی نام؟ کتاب حکم المرتد. کتاب حکم فقه که ما اینجا ساده من ازنده العمده شرح العمده مثل همین کتاب فقهی که هستن، یعنی که دارد یا که مثل گرم عرض المربع فهمیدید اینجا بوکیا نیل الاوطار همینو دارد. نه او باب حکم المرتد، یا که یک باب جدا کردن که مخصوص در بیان حکم مرتد. فی المطولات و فی المختصرات، در کتاب های بزرگ کلان و در کتاب های اختصار کردن. قالوا علماء گفتند که والمرتد هو الذي يكفر بعد اسلامه، مرتد آن کسی را میگن که بعد از اسلام خود کافر میشود. اما لاعتقاد بقلبه او شک يحصل له في امور الدين، یا مرتد یعنی کافر میشود برای خاطر اون اعتقادی که در قلبش دارد، یا که شک آوری میکند که شک برای او پیدا میشود در بعضی امور دین. مثلا میگه که من خیلی میگه شبهه دارم، میگه که جنت حیانه، مرتد میشود. او رو فهمونده میشود، البته مرتد میشود. او فعلا یا که اون کاری میکند که همون کار سببی چی میشد؟ مرتد شدنش میشود، کافر میشود. که ان یسجد لغیر الله، و مانند آن که برای غیر الله سجده میکند. او یذبح لغیر الله، یا که برای غیر الله ذبح میکند. اینا فعلا. او ينظر لغير الله، یا که برای غیر الله نظر میکند. هذا فعل. فهمید اینه چی میگوین؟ اینه فعل، یعنی اینه کفر فعلی میگویم. من فعله فقد ارتد، کسی اینها رو کند چی میشه؟ مرتد میشود. او قول، یا که قولی میشود، یعنی به سبب گفتن مرتد میشود. بأن يتكلم بسب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام. يعني بأن يعني مشت يعني یک سخن میزند که در درون سخنش چیه؟ دشنام الله هست، یا که دشنام پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا که دین دشنام میدهد. فهمیدید؟ الله را حقارت میکند، پیغمبر را حقارت میکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. بگو برایشان آیا شما به الله، به آیات او، به پیغمبر او استهزا میکنید، این مسخره میکنید، تحقیر میکنید آیات الله را؟ لا تعتذروا، یعنی لا تشتغلوا بالاعتذار فلن ينفعكم، یعنی که به عذر خواهی کردن مشغول نشوید، فایده ندارد. قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی کفر شما ظاهر شد بعد ایمان، که بعد از اظهار کردن شما ایمان را، یعنی ایمان داشته بودید، در برابر ایمانتون شما کافر شدید. فالردة تكون بالقول و تكون بالفعل و تكون بالاعتقاد. مرتدی میشده است به سخن، مرتدی میشده است به فعل، مرتدی میشده به اعتقاد.
و تكون بالشك في شيء من امور الدين و مرتدی می شود به یگون شک در یگون چیز امور دین، در کارهای دین شک آوری می کند. کما شک فی وجوب الصلاة، با مانند یک انسانی که شک می آورد در واجب بودن نماز، گفتی نخواه نماز فرض باشه. او شک فی وجوب الزکاه، یا که در واجب بودن زکات شک آوری می کند. او شک فی التوحید، یا در توحید شک آوری می کند. فانه یکفر، و چی می شود؟ کافر می شود. یا که مثال گریم یکفر او را کافر قرار داده میشه. و شک هو التردد بین امرین. شک چیست؟ یعنی این دو دیله شدن بین دو چیز. دو دیله شدن بین دو چیز یعنی واجب است واجب نیست. و انواع الردة كثيرة، نوع و نمودهای مرتدی خیلی هم بسیار است. و الشيخ رحمه الله ذكر في هذه الرسالة أهمها وأعظمها. شيخ يعني شيخ الإسلام الله رحمتش کنه در این رساله از همه مهمتر و بزرگتری اونها را ذکر کرده است. نعم. و اعظمه، نعم، و الا فالنواقض كثيره، وگرنه شکننده های اسلام بسیارند، یعنی از 10 تا بسیارند. و ستجدونها في كتب الفقه في باب حكم المرتد. اونها را یعنی شما میتوانید دریافت کردن در کتاب های فقه در باب حکم مرتد. ولی شیخ عبدالله ابن محمد رحمه الله رسالة اسمها الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. يعني أظن الشيخ عبد الله ابن محمد الله رحمتش کنند مخصوص رساله است که به نام الکلمات النافعه، یعنی که سخنهای سود بخش در بیانی یا که در مورد اون کارهایی که کفر هستند که کفرهای واقعی هستند. و هی مطبوعه فی الدرر السنیه، و طبع شده است در درر السنیه، یعنی در درر السنیه هست و غیرها. والآن لما فاشتدت غربة الدين ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم. امروز وقتی که جهل پهن شده است و غریبی دین سخت شده است، دین سخت غریب شده است، مردمی پیدا شده است از کسانی که خودشون به علم نسبت میدهند، یعنی علم داره میگویند گویا که و یقولون لا تکفر الناس، مردم کافر نگوید، یکفی اسم الاسلام، نام اسلام بسه، یعنی نام از مسلمان و مسلمان کفایت میکند. یکفی انه یقول انا مسلم، کفایت میکند که من مسلمانم میگوید. ولا فعل ما فعل، چیکاری که کند کردن گرفت. لو ذبح لغیر الله، اگر برای غیر الله ذبح هم کند. لو سب الله و رسوله، اگر الله پیغمبر دشنام هم دهد. لو فعل ما فعل، یعنی اگر کند چرا که میکند، ما دام انه یقول انا مسلم فلا تکفره. یعنی میگویند که مادامی که میگه من مسلمانم او را کافر نکن. وعلى هذا يدخل في التسمي بالاسلام الباطنيه القرامطه، و به همین یعنی داخل میشود در این نام. اگر گویم اینا را ما مسلمان گویم، اگر داخل میشود اون کسانی که چه باطنی هستند و قرامطه هستند، هم اینا در اسلام داخل میشن. اینا کفرهایی یعنی که باطنی هستند. و يدخل فيها القبوريون، قبر پرستان داخل میشوند. و يدخل فيها الروافض، رافضی هم چه داخل میشوند. الروافض هم من غلاتی فرق الشیعه، از همه از حد گذران تجاوزکاران فرقهای شیعه را میبینی که ویها زید ابن علی ابن الحسن را ترک کردن، برای ما رافضیشون نام کردن که ویها زید ابن علی ابن الحسن الحسین چیکار کردن؟ ترک کردن. وقتی که بعد چیکار کرد؟ ابو بکر و عمر همچون خلیفه اعتقاد کرد، او را چیکار کردن؟ به مدد گذاشتن در کوفه. نعم. و داخل میشه در این فرقه با فرقه کافرایی که مثلا قادیانیه یا فرقه باطنش میگوینه خبیث است به نهایت. در آخرهای عصر 19 مسیحی در هندوستان پیدا شد و در هندوستان و پاکستان قادیانش میگوین که منسوب به مرزا غلام احمدی قادیانی است که این کار میکند
چه رسالت پیغمبر علیه السلام تمام شدنی پیغمبر رسالت پیغمبر انکار میکنه، میگه که با پیغمبر میشه دوام دهند، من دوام دهنده همون پیغمبر هستم، گفته خودش پیغمبر اعلام کرده که سلام الله. و يدخل فيه كل من يدعي الاسلام، در این داخل میشه هر کسانی که ادعای اسلام میکنه، دعوای اسلام. یقولون لا تكفروا احدا، میگن یگان کسی کافر نگوید، ولا فعل ما فعل، اگر چی کاری که کند، او اعتقد ما اعتقد، یا چی اعتقاد رم میکند، لا تفرق بین المسلمین، بین مسلمان ها تفریقا نندازیم. سبحان الله میگوشه نحن لا نفرق بین المسلمین، ما بین مسلمان ها جداگی نمی افکنیم، ولكن هؤلاء ليسوا مسلمين، ولی اینها مسلمان نیستند، لانهم لما ارتكبوا نواقض الاسلام خرجوا من الاسلام، زیرا که انشاء وقتی که شکنندهای اسلام به جا آوردن و یا از اسلام برآمدن. فکلمة لا تفرق بین المسلمین کلمة حق، یعنی این سخنی که بین مسلمان ها جداگی نافکند این سخنی حق است، والمراد بها باطل، اما به این اراده باطل میکنن، مقصدشون باطله. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتلوهم، زیرا صحابگان پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله ایشون راضی باشد، وقتی که کسی مرتد شد از عرب ها بعد وفات رسول صلی الله علیه و آله به اونها جنگیدن، ما قالوا لا تفرق بین المسلمین، نگفتن که بین مسلمان ها تفریقا نندازد، لانهم لیسوا مسلمین، چون که ویا مسلمان نبودن، ما داموا علی الرده، تا اندمی که ویا دستیان مرتد هستند. و هذا اشد من انك تحكم للكافر بالاسلام، این سخت‌تر است از اونی که تو یک کافر مسلمان گویی. من انك تحكم لكافر بالاسلام، یعنی این سبکتر است از چی گفتن؟ از یک کافر، از یک کافر مسلمان گفتن. یعنی یک کافر مسلمان گفتن میشه آیا؟ نمیشه، ممکن نیست کافر مسلمان گفتن. اما کسی که دعوای مسلمانی میکنه اسلام برآمدگی است، اورام با این سخت‌تر است. و سیاتیکم ان من الرده من لم یکفر الکافر، همچنین یعنی علمی بیاد میگوید از جمله مرتده و کسی که کافر نگوید، او شک فی کفری، و که در کفر همون کافر شکاوری کند. من لم یکفر، فهذه المسألة وهي من لم يكفر الكافر او شك في كفره فهو كافر مثله، این مسئله از آن عبارت است که کسی کافر نگوید یا که در کفر او شکاوری کند و هم کافر مثل او. و هؤلاء یقولون، اینها میگویند که لا تكفر احدا ولا فعل ما فعل، اینها میگویند که یگان کسی شما کافر نگوید چی کاری که کند کردن گرد، ما دام انه یقول لا اله الا الله، تا اندمی که لا اله الا الله میگوید. انتم واجهوا الملاحدة اتركوا هؤلاء الذين يدعون الاسلام، یعنی شما چیکار کنید؟ مراجعت بکنید، این روبرو بشید به ملحدها، کسانی که بیدین هستند، با اونها گپ زنید، ترک کنید یعنی این کسانی که دعوای اسلام میکنند. نقول لهم، برای چنین کسان میگیم هؤلاء اخطر من الملاحده، ما میگیم که اینها از ملحدها خطرشان سخت‌تره، بیشتر است. لأن الملاحده ما ادعوا الاسلام، زیرا ملحدها دعوای اسلام نمیکنن که از اسلام، یعنی که روگردان هستن یا آشکارا. ولا ادعوا ان الذي هم عليه اسلام، و دعوا نمیکنن که در آن عقیده که ایشان در همان است اسلام است، عقیدهشون نمیگن که. اما هؤلاء فيخدعون الناس، اما اینها باشن مردم فریب میکنن، الده میکنن. و ادعون ان الكفر هو الاسلام، دعوا میکنن که کفر این اسلام است. فهؤلاء اشد من الملاحده، برای همون اینها از ملحدها هم دیده، از بیدینا را دیده سخت‌ترند. فالردة اشد من الالحاد والعیاذ بالله، مرتد شدن یا که مرتده این از ملحدی هم چه؟ از بیدینی هم الحاد گفته، بیدین رو میبین، نعوذ بالله، الله پناهتر سخت‌تر است. فیجب ان نعرف موقفنا من هذه الامور، ما باید که حالت خود را بشناسیم در برابر این کارها، همه خیلی کارها رو بروشیم، ما باید در کدوم حالت باشیم. و نمیزها، ما باید که این امور را یکدیگرش فرق بکنیم و نتبینها، اینا چیکار کنیم؟ انیق بکنیم این کارها رو. لاننا الان فی تعمیه، ما امروز
در یک وقت و حالتی هستیم که وقت و حالتی کور کردن هستیم. مردم چیکار میکنن؟ به همین سخناشون کور میکنن، نابینا میکنن. تعمیه گفته یک کسی کور کردن میکنن که مثل فریبش میکنن که چشمش کور میشه، چشمنده میگن که فهناك ناس يؤلفون ويكتبون وينتقدون ويحاضرون. در اونجا مردمی هستن که کتاب ها می نویسند، تالیف میکنند و بررسی ها میکنند و ایراد میگیرند و محاضره ها تشکیل میکنند و میگویند که لا تکفر المسلمین، مسلمانان کافر نگوید. و نقول ما میگوییم نحن نکفر من خرج عن الاسلام، ما کافر میگیم کسی که از اسلام براید. اما المسلم فلا يجوز تکفیره، اما مسلمان را بس هرگز جایز نیست که ورا چی گفته شود؟ کافر گفتن یا که با کفر عیبدار کردن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر.